آیه دکتر، این داستان امنیت که مسئولین نظام همش روش تاکید میکنن چه ربطی به انتخابات داره؟ ولش کن اینو. آخه آدم نمیفهمه مگه اتفاق خطرناکی قراره بیفته؟ لعنت بر صورت شر شیطون. بهت میگم برو سر سوال بعدی. آخه میترسم از انتخابات سوال کنم امنیت نظام از دست بره. ببین از اخلاق خوش من سوء استفاده نکنی ها. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که ادبت عین کامیونیه که پشتش نوشته ببخشید پشتم به شماست، با این که میدونه اگه روشو به کسی بکنه له و لوردش میکنه. آیه دکتر الان گیج شدیم که از چی باید بترسیم؟ موضوعای ترسیدنی زیاد شدن. مقام عظما میگه نترسیم، پدر خانم رئیسی علم الهدی جیغ میکشه هسته‌ایمون ضایع شد، بشکنه دست این سپاه پاسداران که نتونست قایم کنه. این دفعه از اون توپ میریان نیست، دشمن هم دیگه تو دست اون نیستن. نمیخواد همه رو پشت سر هم بگی، تو دل خود آدم هم این وسط خالی میکنی. آیه دکتر سردار سلامی یه نامه داده، گفتم میخواستم خبر سلامتی بدم و اینکه صدایی ازم در نمیاد به خاطر تهدیدات امنیتی نظام. آیه دکتر جیک بزنم جورمونو میزنن. خوبه یه فریب استراتژیکی بدیم، موشک زدن به بشار رو تشویق کنیم که همونجا درگیر بشن دیگه ما رو نزنن. بهش بگو به پا نچای با این بینش استراتژیکی. موشک تو فرودگاه بشار درست عین اینه که خورده باشه تو ملاج خود عظما. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو مرسی کله سر کوچه گفت احمد کیه؟ مشنگه گفت فرض کن من باشم، چه غلطی میخوای بکنی؟ مرسی کله گرفت یه فصل سیر اینو کتک زد. دوستاش که ریختن نجاتش بدن از این وضعیت اورژانسی، برگشت گفت ولش کنی بزنه، خرش کردم، من که احمد نیستم. روشن شد یا چی بزنم که تو هم بری تو وضعیت اورژانسی. برگردیم به بحث انتخابات. با همه بدبختیش بهتر از این بحثیه که باز کردن. های دکتر عظما اینجا یه دست فرمون تاکتیکی نشون داد. تو گردنه رد صلاحیت 3 تا کاندید سهم اینوریا 3 تا سهم اونوریا رو داد. طرفین ساکت، با توافق طرفین یه جفت لگد تو شکم آقا محمود. حساب بعدی رو هم تو مرحله بعدی میرسه. تو خودت خوبه که گفتی که دست فرمون تاکتیکی بود، استراتژیک گیرگیربالی کرد، وگرنه همین که عظمای طفلی بدبخت مجبور شد رئیسی رو بیاره تو ارنج تیم خودش یه بدبختی مهمیه. مال این کار نبوده که حالا هرچی افه انتخابات میاد هی ضایع میشه، چون که این کار نیست. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه رفت یه کافه رستوران سطح بالا، منو رو نگاه کرد گفت یه ساندانس لطفاً بدین. طرف گفت ناکس این اسم کافه است، بشین اون کنار یه چای قمپلو برات میارم. خودشه که لو داد. هیچ یه بحثی رو باز کرد که حاجی روحانی هم لو رفت که با نصف کابینش تو همون لیست وانتد هستن. این بدبختی رو حالا داشته باش یکی هم روش. آق محمود حرف عظما رو به کشکم نخرید، زد عظما رو ضایع کرد، عظما اونو ضایع کرد، دوتایی با هم نظام رو ضایع کردن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه اومد مسخره بازی در بیاره، زنگ زد خونهشون به مادرش به شوخی گفت بابا مرده. رفت خونه دید یک مراسم گرفتن براش، تا اومد توضیح بده باباش رسید گفت مراسم رو قطع نکنی الان من اینو میکشم. روشن شد یا همچی بذارم که یه مراسمم برای تو بخواد بگیری. عجب حالی از آقا محمود گرفتن. مگه چی میشد که اینم کاندیدا میشه مثل بقیه؟ هر کاری سهم بعضی هست، همه که نمیتونن بریزن روش که. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو 1 کیلو لت و پار برد بیمارستان. دکتر گفت چی شده؟ گفت کباب و پیاز خورده با دوغ. دکتر گفت چه ربطی داره؟ یارو گفت آخه سهم منو خورده. الان یه نگاه کلی به نظام چطوری میشه؟ نگاه کلی جزئیش با هم افتاده رو هم. نظام از نظر استراتژیکی تو وضعیت ریختم و ببین حالم و نپرس قرار گرفته. این نظام الهیه که اینجا میبینی،
این دور تا دورش مردم با همونایی که دیگه تو چنگمون نیستن و منم نباید اسمشونو بیارم. اینجا فشار خارجیه، این طرف بیپولیه، این طرف هم که منطقه بس آقای دکتر کشتیش دیگه، ولش کن. این بدبخت رو که همه میدونن نمیخواد تو بوق بکنی. تو که قالیباف مشنگ نیستی که لو بدی که همش 4% برامون موندن. اگه بقیه را بیفتن مقام عظما چه خاکی بس تو سرش بریزه؟ همش میزنه رو کوله منو هر هر میخندی. از خدا باشه که بذارم رو کوله تو هر هر بخندم. فردا رو ببین که میذاری تو سر خودتو زار زار گریه میکنی. هر هر خنده کجا؟ زار زار گریه کجا؟